اگه تو هم رشته طراحی دوخت یا عاشق خیاطی کردن یا قصد خرید مانکنم داری، این ویدیو برای توه. مان نبارا دو دو اسکاچی آنا مانا کلاچی. سلام، ساعت 11:10 شبه و من باید توی 3-4 ساعت این 3 پیراهن رو بدوزم. امیدوارم که تموم شه و فردا هم بریم مانکن بگیریم، هم نخ بگیریم واسه بافتنی، هم از این رو واسه مکاسی کنیم. عاشق رنگشم، از نزدیک خیلی سبزتره. طبق معمول همیشه اول تو رفت پارچه رو میگیریم، بعد پارچه رو به مدت 30 دقیقه میذاریم استراحت بکنه تا الگو رو بکشیم. دنیا داره روزای قشنگ روزش، گریه نداره آخه که گلم، یه روز میرسیم بازم به هم، یه روزی میشه دردا تموم. بعد از اینکه تمام قسمت‌های شومیز و پیراهن رو برش دادم، رفتم سراغ دوختن تک تک اجزای شومیز و هر جایی که نیاز به سردوز داشت با سر و صدای زیاد حدوداً ساعتهای 3 نصف شب سردوز زدم. اتوهای نهایی هم زده شد و لباسمون ساعت 4 صبح تکمیل شد و امروز ساعت 10 صبح بریم به سمت بازار کانوا فروشی حسن آباد. به نظرم برای تفریح هم که شده برید کانوا فروشا رو نگاه کنید. ما قصد داشتیم که کوسن و رانر با مکرومه ببافیم که چند تا مغازه رو گشتیم واسه اینکه مکرومه‌ای که می‌خوایم رو پیدا کنیم و در آخر این مکرومه‌های کیلویی رو طبق سایز و رنگی که می‌خواستیم خریدیم که قطعاً یکی از ویدیوهای آیندهمون بافتن اون مکرومه هاست. آقایون سازمان آتش نشانی به ما مکان دادن، جا دادن، نهار می‌خواستیم بخوریم و الان یه جای اختصاصی داریم و مراقبت از مردم هم می‌کنیم تازه. امروز پنجشنبه است، من تازه از خواب بلند شدم و حتما بعد امروز ویدیومو ادیت کنم و فردا آپلود کنم. واسه همین اومدم قسمت آخر ویدیومو ضبط کنم و هم با هم دیگه تلفن‌های رو باز کنیم و آنباکسش کنیم. البته آنباکس که هست. همین که نظرم رو راجع به خریدن مانکن بگم. از حسن آباد تهران رفتم مانکن خریدم و با مترو رفتم. روی نقشه اسمش هم مشخصه، همون حسن آباده. به محض اینکه از مترو پیاده میشی میری تو بازار کانوا فروشیا و حالا میتونید از کسی بپرسید که کجا برم برای قسمت مانکن و رگال و اینا میفروشن. یعنی میشه گفت وسایل بوتیک رو میفروشن. یه کوچه‌ای هستش جلوتر به اسم کوچه ظفر که از این کوچه میتونید برید کلش رو بگردید، دونه دونه با همه فروشنده‌ها صحبت کنید، یه سری اطلاعات کسب کنید و برید مانکنتون رو تهیه کنید. من خیلی کوچه رو گشتم و از خریدن راضیم. اگه خواستید بگید که راهنماییتون کنم، چون که واقعا آدمایی بودن که قیمت نجومی میگفتن. راهنماییتون کنم و بگم که از کجا خریدم و اگه دوست داشتید بهتون معرفیش کنم. اگه بخوام راجع به کیفیتش بگم که شما یه ذره اطلاعات داشته باشید که بتونید خریدتون رو بکنید، اینه که
صفر باشه نسبت به نیازمون برای خرید کردن که میخوایم باهاش لباس مجلسی و مولاژ و اینا کار کنیم باید اتوخور باشه، سوزن خور باشه و سایز متناسب با بدن خودتون. خور که مشخصه سوزن میخوره و سوزن گردوینا میره داخلش. این زیاد چیزی نیستش که بخوایم باهاش به مشکل بخوریم. صدام گرفته. بحث اتوخور بودنش اینه که یه سری مانکنا رو به شما معرفی میکنن. حالا ممکنه قیمت پایین‌تر و شما فکر کنید که آره این خوبه داره قیمت پایین میگه، اما اگه دست بزنید خیلی نرم‌تر از این چیزیه که اینجا میبینید. اوکی نرم هست، باید یه مقدار مثلا نیم سانت 7-8 میلی حتی کم آره در همین حد بره تو، اما نباید کاملا بره تو و نرم باشه. نباید نرم باشه و حتما به این موضوع دقت کنید. مهمترین نکته که میتونید بهش فکر کنید همینه و سایزتون که اگه مثلا سایزتون دور کمرش و اینو از شما کوچیک‌تره ولی سایز بالاتره، دور کمرش از شما بزرگتره، اون سایز کوچیک‌تره رو بگیرید که بتونید بهش ابرونه بچسبونید که اندازه خودتون بشه، چون اگه بزرگتر باشه نمیشه اندازه خودتون بشه. و اینکه من سایز 38 خریدم. خیلی دوستش دارم. اسمش هم سیسیه. خدافظ. آنمان نبارا دو دو اسکاچی آنامانا کلاچی